در یک زمین 22 متری دو دروازه و دو دروازه‌بان قرار میدیم و 3 تیم 3 نفره نیز در بازی حاضر هستند که 2 تیم 3 نفره در زمین حضور پیدا میکنن و 1 تیم 3 نفره در خط طولی قرار میگیره. شکل بازی به این صورتی که الان تیم مشکی و تیم سبز با همدیگه بازی میکنن و هرگاه یکی از این دو تیم که صاحب توپ هستن، مثلا الان تیم سبز وقتی با تیم نارنجی بیرون بازی میکنه، هر 3 بازیکن تیم سبز از زمین بیرون میان و بازیکنان نارنجی حالا در مسافه با تیم مشکی سعی میکنن دروازه تیم مشکی رو باز کنن و به همین ترتیب کار ادامه پیدا میکنه. هدف از تمرین اینه که بازیکنان مدافع بتونن سریع نقش مدافع اول و مدافع دوم رو درک کنن و پوشش رو رعایت کنن و همچنین مهاجمان سعی کنن در کمترین زمان ممکن بعد از پاس همدسته ها به دروازه نزدیک شده و گلزنی کنن. شکل کار به این صورته که هر 3 تیم درگیر تمرین هستن و تیمی هم که بیرون قرار گرفته هر لحظه باید آماده دریافت توپ از تیم صاحب توپ باشه.